پست اومده بود و البته بازم کمی داغمون تازه شد. تیم ملیمون هم بیشترین گل‌هاش رو از روی ضربات ایستگاهی خورده. گل در مقابل لبنان با یک ارسال بلند در درون محوطه جریمه. در همین مسابقات مقدماتی جام جهانی چند گل رو ما از روی شروع مجدد و ضربات ایستگاهی دریافت کردیم. دهنوی باید توپو بفرسته به دهانه دروازه، این کار رو انجام میده. یه ضربه سر و توی دروازه، گل برای تراکتورسازی. هنوز کلام من تموم نشده بود که بسیاری از گل‌های ما از روی ضربات ایستگاهی به ثمر میرسه که این ارسال بلند به دهانه دروازه پرچم‌های سرخ تراکتورسازان رو در ورزشگاه کرج به اهتزاز در آورد تا این شادی تماشاگران نشون بده که حساب کار 1-1 شده. تراکتورسازی 1 سایپا 1. گل رو نوید خوشهوا زد، بازیکن بلند بالای خط دفاع تیم تراکتور.